عزیزان من، کسی بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخواند، از در آمدن بهشت چیز او را من نمی کند مگر مرگ. یعنی تا آمدن مرگ او در این دنیاست، بهشت نمی رود. همین که مرگ آمد، روح او که از قالب بدن برآمد، او بهشتی است. ببینید بشارت ها. خوشا به حال کسانی که بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخوانند، بعد از نمازهای پنجگانه میشینند و تسبیح میگویند. وای به حال کسی که از این نعمت خودش محروم میکند. فرض سلام میتید و مثل که از قفس خلاص شده باشد، شتابان به سوی در مسجد میدود، زودتر از مسجد برون. وای به حال او. عزیزانی که در اینجا سخنی من میشنوید، هرگز این فعل به خودتان عادت نکنید. هرگز زود از مسجد برآمدن برای خودتان کسب نکنید. زیرا من روایتی دارم پیغمبر گفتن از مسجد کسی اول میبرد که او منافق است. بهترین شخصی مسجدی کیست؟ از رسول بزرگوار پرسیدن، حضرت فرمودن همون کسی که از همه پیش مسجد میدرد و از همه آخر از مسجد میبرد. از این حدیث معلوم شد کسان فرض سلام میتین و دوان بیرون میبرایند اونا منافقان. منافقان نماز میخواندند